C200 های چینی پیستون میسوزونه و عموما مجبورن که بوش بزنن. راه دیگه ای نیست. بلوک سیلندر اینجا وجود نداره که بخریم. بیا این بوش خورده، اینجا رو میبینید، فقط سیلندر 4ش بوش خورده، اینا بوش نخورده. قسمت مهم و حساس اینه کف سیلندر این ماشین و کف سرسیلندر نباید تراش بخوره. اگر تراش بخوره جوش میاره، شلنگ میترکونه، سرسیلندر میترکونه، پس تراش ندین. این هنر تراشکاره که بدون اینکه کفو بتراشه سطح این بوش رو با سیلندر یکی میکنه. وقتی از تراشکاری برگشت شما باید چک کنید. ببینید این فیلر رو همه داریم دیگه، از 500 شروع میشه، ولی شما یه همچین فیلری هم باید بخری دور از دسترس شاگرد، همسایه، از 200 300 به بالا. این دقتش بیشتره. با 500 هم میتونید تست کنید، ولی این فیلر دقت کارتون رو بالا میاره و تست میکنیم. این نمیره، اگه من بکشم خطکش باش میاد، یعنی اینکه اون تراشکار کارش درست بوده و بدون ایراد کارو به ما تحویل داده. اوسام میگفت اگر میخوای کارت خوب باشه باید یدکی خوب، تراشکار خوب و دوست دختر خوب داشته باشی. منم ازش پرسیدم دیگه دوست دختر چه ربطی داره؟ گفت رو اعصابت راه نمیره، کارت تمیز در میاد. شما هم گوش کنید، به نفعتون.